دیگه این ویدیو امروز اومدم بچه بهتون آموزش بدم چگونه رسید فیک بسازیم. داخل ویدیو با هم همراه باش، دکمه سابسکرایب بزن بریم دیگه ویدیو رو شروع کنیم. بچه به برنامه رسید فیک نیاز داریم، اونم بریم داخل کانالم آیدیمو گذاشتم. بیا به هم عدد 1 رو برام بفرست، من بهت برنامه رو میفرستم، اونم رایگان ممنون میشم. و بچه ها وارد شوید. الان ما رو رسید فیک بسازیم، مثلا مبلغ مورد دفاع رو بر خود مثلا 50 ریال. بس ساعت اگر دلتون خواست بذارید، دلتون نخواست نذارید، فرقی نداره. تاریخ خود باید بذاریم حتما. تاریخ اصلی کاری بچه ها تاریخ، اگر نذاری اون فرد میفهمه فیکه. و آخر شماره تون رو بذارید، این شماره آخر شماره کارتمه. اینجا اگر دوست نداشتید کلا شماره کارت رو کامل بنویسید، میتونید کاری کنید. این کاری میتونید کنید و برون اون فرد بنویسید. مثلا اکانت رایان برای کال آف دیوتی، چه باحال. خیلی خند بفرمایید. اینم از رسید فیک. و بچه ها بذار بهتون نشون بدم کانالم کدومه، ولی به هر حال نشون ندم. لینکشو داخل کپشن گذاشتم، اینجا آیدی اصلیمو گذاشتم. بزنید عدد 1 رو برام بفرستید. فرستادید. من اگر دیر جواب دادم، ولی من حتما سین میزنم، خیالتون راحت باشه. از اینجا آیدی اینستامو گذاشتم، آیدی آپاراتم نمیذارم، فقط آیدی اینستامو با پروریکامو براتون میذارم. خدا نگهدار.